سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام خوبی هاش، از آن جمله برای بهترین و بالاترین خوبیش این ایمان است. رب العالمین شکرانه خاص میگم. اما بعد میخوام صحبتی گذشتمون که درباره ریش بود پای در پای علاقه ما این سوم ویدیو میشود که درباره ریش صحبت داریم و خصوصا سبب سخن کردن من درباره ریش یکی از مسئولین، یکی از حکومتدار، یکی از وظیفه‌دار، منصبدار به نام رحمانزاده قربان عبدالله. همین شد سبب که ما در این باره صحبت کرده استیم. انشالله که سخنی که هفته گذشته کردیم یا که چند روز پیش کردیم درباره سخنهای رحمانزاده، همون سخنها را دوام میتیم، یعنی سخنهایی که از زبان او برآمد، سخنهای ناجا، پا در هوا، بی منطق، بی معنی و تهمت و تأخیر، همون سخنهای همون را جوابشون میگردنیم انشالله امروز، یعنی دوام شد. ما 10 سخنش در نوار پیشین برای شما رسوندیم یا گفتیم. سر میکنم از 11همش. همینجا یک چیز میخوام بگم. ببینن هموطنان گرامی یا بیننده های عزیز، نفری که بخواه گپی بی معنی، بی منطق، بی جا یا که ناجا میگن که گپی ناجا بزنه، در یک دقیقه میتونه که 20 جمله یا 30 جمله را استفاده ببره، یعنی گپای هوایی بی دلیل بی معنی میتونه که ببره. اما بخوای گپی خوب بزنی، گپی فایده آور بزنی، فکر میکنم که در 1-2 دقیقه شاید که 1 کلمه یا 2 کلمه اگر که بتونی و بزنی میتونی رسونده و گفته. این نفر تا جایی که من معلومات دارم، همین رحمانزاده قربان یا عبدالله، دانشگاه ملی را با دیپلم سرخ تمام کرده بوده است. با دیپلم سرخ یعنی شخصی که باید اگر با پول نخریده باشد دیپلم شد، این باید یک سخنایی میکرد که همچون راهبر جوانان، برای که جوانان میگن آینده ملتن، آینده کشور در دست جوان ها است، یک صحبت تاریخی میکرد که همچون یک نمونه برای جوان ها، یا ما حتی ما مثلا همچون مخالف نمیتونستیم یکون جواب بگیم در صحبت های ما، یک بگیم که موقع پیدا نمیکردیم برای جواب دادن به این شخص. اما سخناش نه که بی‌ورق باشه، شاید ایروی همی باشه، مانند یم رحمان و ایشم خیلی رحمانزاده اوشم رحمانزاده، وقتی بی‌ورق گم میزنن خودشون شرمنده میکنن که مردم تحقیر میکنن. این دو تاش یک تاشه، همین هم بی‌ورق گپ زد، برای همون شاید که تحقیر زیاد کرد. یک چیز دیگر هم هست که همین سگ، همین کتاب های مخصوص برای سگ، درباره سگ چه خیلی حس داره، چه خیلی میفهمه اگرچه عقل نداره. میگن که سگ، کتاب های همون معلومات درباره سگ میتن، در همون نوشتگی بوده است که سگ در گرمی 13% شنواییش از دست میداده، معاینه سرش حتی میگه 13% کم کار میکرده در گرمی. شاید هم بیچاره هم در گرمی 20% یا که 30% مغز سرش کار کرده. البته این گپا رو گفته. یک توصیه دکتری هم بتم به همین شخص، این نفر ها نگاه ما از خونی خری سفید خر از خونی همون 3 لیترش هم میگیری، نارزونده ناچکونده میاره در خونی همین نفر یا که در بدن همین نفر، همین قربانزاده رحمان عبدالله میریزی. 1 هفته به همین خون میروه، 1 هفته پس از خونی اسبی سفید با هم خیلی 3 لیتر میگیری میاری در بدن همین نفر با میریزی. بعدی 2 هفته میشود از خونی بزی سفید. ما برای چی سفید چون میگم؟ برای سفید نشانه تازگی، پاکی، خوبی های میاره. از خون همین بز 3 لیتر دیگه با در بدن همین میریزی و بعدی 3 هفته از خونی گوی سفید
3 لیتر دیگه میوری در بدن میریزی، یک مدت دیگه فکر میکنیم که خونی که جزیره در بدنش و همه ششتر بگیم که از بین میروه. خونایی که یا میان تازه ترن که نسبت به خونی جزیره و خونش جزیر شدگی ایروی همین میگم. این توصیه شاید که بگردن نمیگیره و میگم من کسلی روحی ندارم که خونی ما جزیر نیست میگه. به هر حال اما این نگاه ما یک خوبی کردم یا یک سخن خوب برایش گفتم. خب سخن رحمانزاده در نشست 26 اپریل 2023 با بلاگران یکی از سخنهای دیگه چنین بود. 11 من رقمشون موندم. میگه یک قبضه میکردن، شمشیر کتی میبریدن، دیگر نه ژیلت بود نه چیزی دیگر. این سخن شب برای همون ریش میگه و از گذشته ها مثال میاره. یک قبضه میکردن، شمشیر کتی میبریدن، دیگر نه ژیلت بود نه چیزی دیگر. این سخنش خنده‌آور نیسته. همین شمشیر، ژیلت، تیغ، حتی موشینکه، همونا همش قریب از آهن بگیم که تیار میشوند. وقتی شمشیر بده، ژیلت، تیغ چخیل نبده، چخیل نبده، همون یگون چیزی بده که همونا میتراشیدن. سرشون با چی میتراشیدن؟ خیلی با گفتی ما همی نشون میتونم. این مثلا ریش، این همی ریش بده میگم میقبدن با شمشیر میبریدن. شمشیر اگر همی خیلمانی میبره ریشه نمیدونم گوشپانکش میکنه یا که در بالای سنگ یا که زمین خوب میکرده یک نفر با شمشیر میزده ایش تاور باری. خیلی میبریده با شمشیر. این خنده‌آوره گپش. در هر یک زمان نگاه کنید. حاضر همین خیلی در گذشته همین خیلی بد فکر میکنم که هر یک چیزی که ساخته میشه یا که تیار کرده میشه برای دو طایفه میشه. یکی برای کمبغل، یکی برای ثروتمند، یکی برای بوی، برای غنی. مثلا این اوزی موشینکو هست ایکو همین سرگیری یا که ریشگیری برای کمبغل هم از ارزانک، مرحمت برای بوی از قیمت ترش 10 برابر 20 برابر قیمت. همون شمشیرها هم خیلی ببینید این اوزی هم خیلی سلاح هست دیدین. سلاح ارزانک، سلاح قیمت. حتی بعضی کشورها دیدین که رکلامشون هم کردن از اون جمله چچنستان دادن. دیدین که پیستالت طلایی بود یا یکونو صدام حسین اتومات طلایی داشت و دیگر رو دیدین که هر یک زمان ده این چیزای خچه داره زمان. یعنی برای طبقه پایان، کمبغل، فقیر و با بهتر خوبتر برای طبقه بالاترش بایو ثروتمندا و پولدارا. همون وقتا نفرایی که پولدار بودن اگر میخواستن ریشون میتراشیدن یا کم میکن یا سرشون میتراشیدن، ما باوری کامل داشتیم که تیغهای فسان این خشونت داشتن. تو دروغ میگوی آخه؟ تو ندیدهشون آخه؟ تو در عصر 5 6 تولد نشده که آخه میگوی باریش میزدن؟ خود درگان کتاب هم اومدگی نیست که خیلی ما در این مسئله هیچ گپ نزنیم. اگر درگان کتاب همین گپای تو می اومد که ها باریش میتراشیدن، چی با شمشیر ریشون میتراشیدن یا کم میکردن یا سرشون کم میکنن با شمشیر، خیلی ما دیگه هیچ نمیگفتم. ما برای که گفتم موضوع سخنوی ترا پیشایی که ما دای برو گپ میزنم ما گفتم که در کدام کتابو ما میارم که همین چیزا رو ما نشوه که بر علیه خودم گپ زنم. این گپای خنده‌آوره. میگم گپات پا در هوای خون جزیر شده یا که نمیدونم برنامه دیگه کسا خواستی با مردم پیشنهاد کنی. نه ژیلت بود نه تیغ بود نه اما قایگش مونده بود که میگفتی که نه اسب بود نه شتر بود نه ماشین بود نه سامالیت نه ورتالود. اما قایگش هم نگفتی. خب 12 منطقاً بینیم پیغمبر تونست همین ریشه در دوره خودش به یک مشت رساند. همین سخن تهمت به پیامبر علیه السلام، به پیامبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همین تهمت است. نمی کثافت به پیامبر تهمت داره که میگه تونست که در زمان خودش همین ریش که مثلا دراز بود از اینگاهی میگه کلتک کنین، میگه یک مشت آورد رسوندش. گویا که پیامبر همه را امر کرد که نمی یک مشت کنین و زیاد نکنین. اما برعکس در کتاب ها مخصوصا در کتابی 6 گانه حدیث صحیح مسلم،
صحیح بخاری، امام داود، نسائی، ترمذی و دیگراش در مسئله ریش پیامبر روایت داره که سبیل بروتاتونا بتراشین، ریشاتونا بگذارین. یگان جا نیست که پیامبر گفته باشه که ریش کم که یا که یک مشت بکن یک قبضه، هیچ جدا نیست. چی ده تهمت میکنی پیامبر با پیامبر؟ یک حدیث داره پیامبر خدا علیه السلام که هر نفری که عینا میگه میزنه که برای ما تهمت میکنه در دوزخ جاش تیار کرده باشه. این یک گپا یک بار خوب فکر کن که با پیامبر تهمت کردی، با پیامبر تهمت کردی. تو باید از نگاه ما و از نگاه شخصی که میفهمنده، یعنی که عقلشون میگیره، در عموم نگاه تمامی همین مردم مسلمان تاجیکستان تو باید بخشش پرسی. ای همه باید بخشش پرسی که من این سخنو یکی از زبانم برآمد، این سخنو را عصبانی شدم گفتم، باید ترا در نزد دادگاه باید که کشانده میشیدی، جواب میگفتی در این سخنات. اونا یک بیچاره ایگه اونا را به خاطر ریشش شاید بردن زندان کرده، در توی حقارت کرد که اونا گفت که عصبی شدم بخشش پرسید، نیکی شما باز هم بردن را زندان کردن. اما تو عصبی هم نشدی، اما گپای تو این تأخیر به ملت بود، تو باید جواب میگفتی، باید تو از مردم بخشش پرسی، اما نپرسیدی. خب 13 ریش در زندگی انسان نه تأثیر منفی دارد نه تأثیر مثبت. چه خیلی فهمیدین؟ میگه ریش در زندگی انسان نه فایده داره نه ضرر، اما هر دو طرف داره، هر دو طرف داره. تو دروغ میگوی. شما ببینید در همه حکومت تاجیکستان ریش راجع بشه در کار میگیرند، در وظیفه میگیرند، همین چی تاثیر داره؟ مثبت داره یا که منفی؟ یا که نفر است که مسلمانه ریش برای تاثیر مثبت داره، فایدهش داره، ثواب میگیره، گپی خدا را در زمین نمیمونه، گپی پیامبر خدا را در زمین نمیمونه، ثواب میگیره برای ریش موندنش. میگه که با ریش موندن نه مقصد فایده میگیری نه ضرر میگیری. اگر که هیچ کمیش نباشه بهتره بمونش. چی؟ خیلی کاری همون نفر خودش، همون جوان یا همون مرد کاری همون خودش، نه فایده داشته نه ضرر. تا اگه چی با میترسی؟ چی با در این موبایل ینگه میشه یا اوسقل میشه؟ مونش اگه بمونش یا که کسی نمونش، تا نه این طرف گبزه نه اون طرف گبزه. توزی گفته است این مردم دعوت داری جوانو را که نمونه ریش بگیرین و میگوی که این ریش نه فایده داره نه ضرر. اگه نه تو چی فایده دیده است یا چی ضرر دیده است که گپورا میگوی؟ لیکن همینجا یک چیزی گران ما در یادم زد بگم، رحمانو همین ماشین یک نفر اجازت ریش دادگی، یک ویدیو هست در یوتیوب ما یک وقت دیدم. در ناحیه تاجیک‌آباد هر سال یک ملایی که مردک، یک روحانی یا یک ملا را خبرگیری میرفت، زیارتش میرفت، سلام کنی میرفت یا دعاش گرفتنی میرفت. در همونجا از زبانش میبره که هیچ خیلی ریشه کسیده، همونجا است ریشش با فیلم پستره یا که زیادتره، هیچ خیلی است. همونجا میگه که یک نفر ریش ده اجازت دادم، گفتم این ده اجازت میگه ریش تخشوی سرخی فسان بود. ریشی طالبان هم دارن که بعضیش ریشی دراز یا خیلی که من رنگ کهیش ندیدم، هم خیلی دراز دارن. انمی رحمانوف ده همون نفر معقول شده، نکل همون بیچاره رو هم بکشتن. یک مجاهد بود، نامش زبیدالله بود، خطونک میان نام داشت، خدا رحمتش کنه. همون نفر رحمانوف اجازت ریش دادن، ماندن داد دست. اینا ببینین میشیده کو یک نفر که ریشش خشرو باشه، فسان باشه، زنش که رحمانوف در معقول شو ریش اجازت بده برای او. تا هوایی گپ زیسته نادیده و نادونسته چی به گپ میزنی؟ بگیم که اینفرماسیا یا که به خبر داشتنت. خب 14 ریش پیغام است. بچه ها را میگم ورزش کنید، در شبکه ها پرتوین، این مبارزه ماست، این سلاح ماست. چه خیلی فهمیدین؟
همین رحمانزاده قربان میگه که بچه ها را میگون که این میگه ریش پیغام است. و همون گذشته هم گفتم که سخنه پیشته این میگه ریش پیغامه، یعنی که گویی با طالبان تو پیغام میدی که ما طرفدار تیم تو بیا اینجا تاجیکستان. خیلی نچید یک چیز دیگه، سفرهای رحمانوف هم پیغام است. سفر رحمانوف مثال به ولایت ختلان، ولایت سوغد، مختار کوهستان بدخشان یا که ناحیه تابعی مرکز میروه که شهر ناحیه ها میروه در عمان پیغام میتن میروه میخواه هواپیماش یا از چرخ بالش یا این ماشینش دخترها به رقص بازی میگیرنش پیشوازن با طالبان پیام استی، پیغام است، پیغام این طالبان میگه که شما موزیک را حرام میگین، موزیک را قبول ندارین، اینا ببینین این پیغام به شما که در تاجیکستان موزیک حلال، موزیک قبول، موزیک مقبول، اینا ببینین رقص بازی را جو که جمع میکنه در یک استادیوم، در یک میدان کلان 20,000 30,000 مردم دو بین با قریب 10,000ش در بین رقص میکنه، یگون نغمه میکنه، میجنبونن دخترها خودشون. این هم پیغام به طالبانه. طالبان پیغام میتن که ببینین شما دخترها مکتب رفتن نمیمونین، دانشگاه رفتن نمیمونین یا با کار با بیرون برآمدن نمیمونین. ببینین این پیغام رحمانو و طالبان. دخترها رقص میکنن، دخترها میجنبونن در شب ساعت 10 شب 11 شب در بیرونن. این پیغام به طالبانه. یا که پیغام دیگه رحمانو به طالبان همون یک انار در دستش میگیره، یک سیب در دستش میگیره، یا که یک تغورچه یا طبقچه در لبلبو کارتوشکا پیو سیب. پیغام به طالبانه. این ها تاجیکستان سری پریه. یا که نان ریاد یا که دسترخوان استالا در قطورک نان کلچه فطیر نان روغانی شیری موندگی ها پیغام به طالبانه که مردم شما گرسنه ببینید نانای ما دبیرن علاکه در کوچه ها پرتفتگی ای سری پری مردم ما را. پیغام به طالبانه. پیغام به طالبانه دیگه چیه ای؟ و در دوامش میگه که بچه ها را میگون ورزش کنین، ویدیو کنین، در شبکه ها پرتوین. این سلاح ماه، این مبارزه ماه. گفتم که سلاح رحمانوف و نان چپاتی های سلاح تو این هم خیلی رحمانزاده این ویدیو های مبارزه شما. او گفت رحمانوف که با نان چپاتی ما دشمن نمیکشیم. با یک سخن گشت میگه که ما سلاح اتمی نداریم اما ما کارچکای خوب داریم، سازی داریم، دیگر محصولاتایی داریم که به همه جا روان کرده میتونیم کشورهای روی دنیا. مبارزه رحمانوف همیه. و تو میگوی که مبارزه ما سلاح ما همین ویدیوی ورزشگرها هست. اصلا تو کدام ورزشگر را گفتی؟ کدام ورزشگر ویدیو کرده؟ اصلا همه جا نفهمیدیم که اگر هر ورزشگری که در تاجیکستان از جوانو مثلا هر ورزشی میکنه ایز نشد که مبارزه برای طالبا ورزش میکنه. مبارزه برای طالبا برده است، ورزش برای طالبا بده، برای آبروی تاجیکستان را بلند کردن یا نام تاجیکستان را در دیگر کشورها با بالا بردن یا معرفی کردن تاجیکستان یک طرفه، یا مقصد هدفشون مبارزه ورزش طالبان با واسطه ورزش. آخه طالبان ورزش شما را چیکار میکنه؟ تماشا نمیکنه ورزش شما را. کانال شما را شاید تماشا نکنن، او ورزشگرای شما را شاید تماشا نکنن. گپای خنده‌آور میزنی قربان زاده. گپوتا فکر که یک بار گوش کرد دوباره گپوتا یا که پیش گپ زدن یک جدا بنویس ایرو هم ورق خوندن این تو خوبتره که شاید یگون گپ خنده‌آور نمیزنی. خب 15 طالبان میگن ورزش حرام است. اینا با قریب که با اون گپش مونند. طالبان میگن ورزش حرام است. ما می گپایم ده حیران میشم باور کنین. تا کجا میدونی طالبان در کجا گفتن؟ طالبان در کجا گفتن که ورزش حرامه؟ دلیل داری؟ یگون نوار داری؟ یگون جدا یگون رسانه دا گفتن تو شنویدی؟ تو ای کجا دیدی؟ چه خیلی تو میگوی؟ تهمت چون میکنی؟ دروغ گفته استی؟
همکاری داره که گفتگی انا میدونی. اگر همکاری نداره تا یک جو میدونی. شما میدونید هموطنان عزیز، 10 می سال گذشته، یک سال پیش، ورزشگرای تیم افغانستان با سرداری حافظ احمد چرز استانبول به دوشنبه رفتن، وارد تاجیکستان شدن. ببینید صورتشون، این نفران، این ورزشگرا میگن طالبان ورزش حرام گفتن. اینا ببینید دلیلی بگیم که زنده حاضرم است با میگم که اینا ما چند صورت بپرتم ای ورزشگرای افغان، ما بعضیشون نمیشناسم. ببینن فوتبال بازم دارن، کاراتریست هم دارن، و جنگی مش میگن بدون قاعده او هم دارن و دیگر ورزش ها را دارن. در این زمان طالبان، در زمان این حکومت این طالبان، این حافظ احمد با 31 فوتبالیستی زیرش 20 سال، یعنی تا 16 ساله را بدن. مسابقه ای که سال 2022 در دوشنبه قرقیزستان بود، ایران بود، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان بود. هم 5 کشور بود اگر خطا نکنم. حتی تاجیکستان با همیا بازی کرد 0-0 شد. تاجیکستان همیا را نبرد. شما میدونید گل زدن نتونست همیا. این قدری پس زده است که طالبا ورزش حرام گفتن. در کجا گفتن؟ اینا نماینده شون خاطی ورزشگراشون تاجیکستان رفتن دوشنبه در اومد. تو در کجا بودی؟ تو رئیس کمیته جوانان و ورزشی. ما باور کامل دارم که تو رای پیش دیدی. زیرا تو در اون معرکه به دانت حاضر شدن شرطه. تو مسئولی از اون جمله نمی ورزشی. تو در اونجا بدی شاید قچاق و مچق کردی خطیو حافظ احمد. اگر سلام که نکرده ای دور دیدیش. زیرا او قطعی کمان در رفته بود. در دوشنبه ما شما صورت ها را دیدید. چی گپ میزنی؟ هوایی گپ نزاخی، نمیدونی چیزی را گپ نزا. یا که اون نماینده مخصوص امریکا چی به تاجیکستان رفت؟ با طالبان همکاری داره، با طالبان میره و میاد. بازی دیگر بس کرد. فکر میکنم ای وقتی که طالبان دیگر سر قدرت اومدن، زلمه خلیل زاده اون با رحمان صورت داره تاجیکستان رفت، یا با طالبان همکاری داشتن، با طالبان سازشنامه ها کردن که به سر قدرت بیان. اینا 6 می 2021 رفت. ببینین یک 2 ماه پیش یا 3 ماه پیش از وارد شدن طالبان به سر قدرت یا که به افغانستان، این همین نفر تاجیکستان در اومد. این چی پیام داشت؟ برای ما این معماه نمیگن. پیش که طالبان حکومت افغانستان را بگیرن، این زلمه خلیلزاد رفت تاجیکستان با رحمان واخوردی. چی گپ بود؟ رحمان فهمید که قبولشو نکرد که یک روی کرده سوازی سرسختی کرده که ما را قبول ندارم. این یک خبری نوی دیگه برایتون میگم. دهلی، هندوستان پایتختش دهلیه، سفارتخانه افغانستان به طالبان داد. در این باره چی میگین؟ گفتم که یک باره شما شرمنده میشین. طالبان را بسیاری کشور میدونم که همچون گروه تروریستی قبولشون داشتن. اکنون دیگر دوره رفت و زمان گذشت. وقتی که هر کسی در حکومت میاد یا که در سر قدرت میاد، دیگه فراموش میکنن او کشتن او کارهای بدشونه. حیران میمونم. نگاه که لاوروف چند بار فیلوت کرد طالبان را مسکو، قدشون صورت داره، خنده داره. یا که خیتوی که باب هم وزیر خارجه خیتوی قدشون صورت داره. همین محردین، همین وزیر خارجه با همین همکاری داره. چی در جای اون گپ نیسته بین طالبان و تاجیکستان؟ چی باید دروغ میگین؟ خب به هر حال سخن زیاد است، اما بسیار کوتاه صحبت کنیم که خب 16 طالبان میگن همه چی در عصر 21 حرام است. بخیر نبا هم گپوش. هم یه چیز من نمیفهم که تو سخنگوی طالبانی. من میدونم که طالبان یک سخنگو دارن، او هم ذبیح الله مجاهده. این همین نفر یک تا سخنگو دارن. نه او فهمیدم که در تاجیکستان یک سخنگوی دیگه داشته بودن. خیلی تمام
طالبان میگه از 21 همه چی حرام. خوردن حرام، نوشیدن حرام، خواب کردن حرام، زندگی حرام، نفس کشیدن حرام، مردن حرام. یک گپای خنده‌آور میگه که گپا رو با میگه که دروغ میگه، پیش خود گفته است. خب 17 از جمله ریش و موی سر رو تراشیدن حرام میگن. اخی با همه دروغ میگه. اخی در یگان جای گپای تو اومدگی نیست. من باور ندارم که طالبان این گپا گفتگی باشن. نه یک چیزش ده اگر طالبان هم گفته باشن راست میگن. ریش تراشی حرامه. این نگاه تمام امت، علمای این امت، علمای اسلامی، ریش تراشی حرامه. چی با لیزه میتراشی چی با ماشینکه. همون که میگه که یک قوزه کم باشه. اما موی سر تراشیدن حرام نیست. دروغ میگوی. تهمت نکن. خب 18 اینا بلاگرانی ریش ماندن از دین زده ها میلیون کیلومتر راه است. این رو دین زده گویم یگون جو راست نمیاد. اما جمع بلاگرایی که مانند ما ریش دارن، این ریشای ما ریش اسلامی نیست، ریش موافق با گفته های پیامبر نیست. هم خیلی ریش کمی دارن. این همو را میگه که این خیلی ریش مونن مقصد خوبه، یا را دین زده نمیگن. من نمیدونم که این دین زده گفته کی را در نظر داره. نفری که سنت پیامبر را رعایت میکنه، سنت صحابه ها را، گفته های اسلام را رعایت میکنه، ریش خوبتر زیباتر میمونه. این همو را دین زده میگه. من نفهمیدم این دیوانه را کی را دین زده میگه. خب 19 اما ریشداری که پیغام میتیم به طالبان بیا تو اینجا طرفدار داری، این به دولت داری ما خطر دارد، ما برای همین کمتر سخت میگیریم. برای شما برای هم کمتر سخت میگیرین. این تهدید به مسلمان ها است، تهدید به مردای تاجیکستان است که بیا ریش نمونین که بعد به دولت داری ما خلل میرسونه، تاثیر داره، بعد ما سخت میگیریم. یعنی که میبریم میزنیم میشکنیم میکشیم تون حبستون میکنیم. میدونین نه؟ اصلا با دولتداری شما با فکر من سه کس خطر داشت، شما او را نابود کردین. ریش هم داشتن. یک تاش همین غفار میرزایف بود، غفار سیدایش میگفتن. سال 2004 او را حبس کردین، یک عمری همون ریش داشت. همون نفر ریش داشت. دیم نفر سعید عبدالله نوری بود. با او هم سلام علیک داشتین. نگاه که شخصای را من میگم یا شخصای نزدیک به رحمانوف بودن، با یا رحمانوف دوست بود. اگر بگم رحمانوف در سر قدرت ماندن ابدیش همیو کردن خطا نمیکنم. سعید عبدالله نوری ایرا زهر دادین. 2006 ایدنیو رفت. و سیوم نفر میرزا زیایف یا میرزا جگا 2008 ایرا هم کشتین در همون ناحیه رشت بود یا طویل دره. میدونین امیرا چی فعل کردن؟ کشتنش گویا که ای تیری سلاح امرای خودش کشته شد. یک دروغ. خب به هر حال نگاه کنین، سه نفر با سه حالت ای دنیا رفت. نفری که ریش داشتن، یک تاش بگیم حبس یک عمره شد، دیومش زهر داده شد و سومش به قتل رسونده شد. این همه با دولتداری شما خطر داشتن، شما یورا نابود کردین. دیگه جوانا بیچاره با دولتداری شما چی خطر دارن؟ خب 20 برای امکانیتمون پایداری دولتمون وقتی ویدیو رولیک ها برش اهمیت بدهید. ایش خیلی تهدید به بلاگرای، یعنی خصوصا برای بلاگرها که وقتی ویدیو رولیک میکنین برشتون اهمیت بتین. خیلی میگو که یا بلاگر که ریش داره موی سرش هم درازه، او را ما اونجا با احمق برامده گپای ای شرمنده را، ای رحمانزاده را تصدیق کیسه میگه استازا همه گپای درکاری را گفتن. این گپای درکاری نیست، گپای گفت گپای نو درکاری ای. همون یک نفر هم خیلی موی دراز یا ریش دراز داره با همین میگه که خیلی نه کی جانی ما ریش دراز داره، خیلی برای فیلم ای، برای فیلم، برای کنسرت یا برای یگان هنر دیگه اجازه بده ریش موندن. چی فرق داشته آدمی که تروریست باشه، چی برای فیلم موندن، چی برای کلیپ کردن، چی برای موزیکا و برای رپ، برای هر چی او را ریش موندنش خطر داره. من حیران میشم کی امیر رحمانزاده نه رئیس شورای علما ای، نه رئیس کمیته دین ای، نه یگان اسلام شناس ای که همین سخنا را میگه. تو چی کاره ای که گپ را میگوی؟ آخه هم وکیلا مرده، نه اون وکیلا هم کو پارلمان اون 65 تا پلانشت و
телефонои навшон додам, оно шумо мурден ки гап занен, блогерора қонун бироварден ки андоз биспоран. қонун бироварден ки ай блогерора андоз бигирен барои филмгиришон ё ки ҳамн навор карданшон. ана ки шумо вақте ки ба бораи риш мегам чанд блогер риш дора, мегум ки айро ҳамн риши шояд машҳур шид. او دیگر ریش بگیره، شاید دیگر ویدیو نکنه، اصلا دیگر شاید بریش برایش ویدیو نکنه، دلش خنک بشوه. شما یه فایده ایده استین بو چی با به نصرانشون میکنین و خیلی سختشون میگیرین وکیل چی با شما یه قانون درباره اینه دیونه نمیبرین که تا چی گپی گفتی، یا که درباره بلوگرها که هیچ کس حق نداره بلوگرها را سر راهشون بگیره یا که تأخیرشون کنه یا که سختشون بگیره. این نفر نه وزیر کارهای داخلی بود، نه رئیس کمیته امنیت بود، نه رئیس نمیدونم شورای علما بود، نه گون وکیل بود، نه گون روحانی بود که خیمه بگون اینگاه اسلام گفته است با خبر اسلام، یگون تایی نبود. پر اومد هم خیلی گپای هوایی گفت، این گپوش موندک. اصلا تو چیکار داری بدی؟ چیکار داری بریش؟ او ریش خودش میبره، او لباس نیست ایوازش کنه، توقی نیست بگیره شای سرش. یا اچکی باشه خیلی بگو دیگه اچکی نمون، ساعت باشه زنجیر باشه بگو دیگه نمونش. هیچ کس با میگون پیام به طالبان نمیده، هیچ کس. اما خودتون یگانه که پیام میتین، پیغام میتین، تماس دارین، در آینده با در آغوش ورا میگیرین تو شرمنده میشه، این فراموش نکن. در آخر یک شعر میگم ان شاء الله به همین سخن به پایان میرسونیم. شاعر گفته است که بتمیزی های مردم از سخن پیدا شود، پیسته بی‌مغز گر لب وا کند رسوا شود. صحبت ما در این باره دوام دارد. شما را هموطنان به خدای یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.